برنامه رو با یک رباعی بسیار زیبا و غم‌انگیز از یک بسیجی مفلوک شروع میکنم. میگه که هر سوال ز سال پیش بیچاره ترم است، لو رفته دروغ های شما بی اثرم است. بر کله ما شیره اسم سال مالید، ولی پنداشته ما خریم او خویش خرست. نه که سب کن بینم، ما رفتیم تو حال آهنگ ولی همه فهمیدن که تو داری آزمانه میگی که این وسط دوباره. آیا دکتر من خودم هم نفهمیدم چی گفتم. شما چطور میگین که منظورم مقام عظما بوده؟ ایشون که خودشون هم گفتن اسم سال میذاریم ولی کسی عمل نمیکنه. خب بفهم دیگه اسم سال بحث رئال و بارسلون هم باز کرد که توش موند. پس چه مرضه که هر سال اسم اعلام کنه؟ همون سال سگ بس نبود. چرا میگه حمایت از کالای داخلی که اینجوری توش بمونه؟ قربان برم، اولا گفتا درمانی میکنه که خلاصه انگار دنبال حل مسئله است. دومندش میندازه گردن خود مردم که خب خودتون هستین که کالای خارجی میخرین دیگه. تو اینم نمیفهمی یا بعد اینم به تاتی دکتر اگه همین اول سالی مقام عظما به جای اینکه به سران بی بخار سه قوه بگه برن وحدت کار کنن و اینها یه گوشی ازشون میکشید بهتر نبود؟ چون اینا که هنوز کفن مقام عظما، ببخشید مرکب مقام عظما خشک نشده، به هم میپرن دوباره. دکتر آفرین باری کلا داری الان تازه تاتی استراتژیکی درست حسابی میکنی. راهنمود درست همینه که نباید منتظر میشد. اگه میتونست حسابی گوششونو میکشید و میپیچون. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن پسره صبح به بابای سلام کرد، بابای محکم خوابون تو گوشش که ستاره ها دور سرش چرخیدن. گفت چرا میزنی سر صبحی؟ بابای گفت خب حتما امروز هم یه غلطی میکنی دیگه، شب که برمیگردم خستم حوصله دعوا ندارم. روشن شد یا از همین الان خلاصه به هجله گربه رو بکشیم. دکتر قبول دارین که نظام تو سال گذشته از اختلافات درونی رنج میبرد؟ پنپا از اختلافات درونی لذت میبرد. خب رنج میبرد دیگه. حالا خبر دیدار سران سه قوه رو داشتیم که گفتن اجرای منویات مقام عظما راهش اینه که وحدت در بین خودمون ایجاد کنیم، رابطمون با همسایه هامون خوب کنیم، اونم همزمان با 7 موشک حوثی‌ها به عربستان. نه چه این با این راه حل دادنمون یهویی برای مسائل کشور که سهله، یه قاره رو جواب میده. فقط باید وحدت و انسجام داخلی داشته باشیم، اقتصادمون دانش بنیان بشه، با همسایه‌ها میونمون خوب بشه. از این دوشنبه نه دوشنبه بعدی شروع کنیم خوبه؟ بله هر چی سریعتر باشه بهتره. یعنی تا سرنگون نشدیم این کارا رو بکنیم، چون که اگه سرنگون بشیم دیگه نمیرسیم اقتصادمون رو دانش بنیان کنیم. فرصت از دست میره های دکتر. همین الان دلار از مرز 5100 تومان هم گذشت. نمیشه یه نیش ترمزی بزنیم با همین فرمون بریم اقتصادمون میپکه ها؟ نه بیخیال، اصلا این حرفا نیست. تو کشورهای دیگه ممکنه اینجوری بشه ولی برای ما تو اقتصاد مقاومتی این بلاها عادیه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که چینیه اومد ایران لاف اومد که ما تو چین غذاهای سمی انقدر میخوریم که اصلا بدنمون مقاوم شده. ورش داشتن بردن تو بوفه دانشگاه یه غذا بهش دادن، بدبخت یه راست رفت تو کما تا بفهمه با کی طرفه. دکتر این اسحاق جهانگیری معاون حاجی روحانی کشف جدید اقتصادی کرده در حدی که یه نوبل کمشه. چه کار کرده دوباره؟ راه حل بحران اقتصادی رو پیدا کرده. گفته باید اقتصادمون دانش بنیان بشه به جای نفت بنیان. دوای همه درد اقتصادی همین راه حله. به ظاهرش نگاه نکنید که 2 کلمه است، دنیا این پشتشه. فکرشو بکنین اقتصادمون بشه اقتصاد دانش بنیان. خب الان سوالت چیه با این حرفی که زدی؟ سوالم اینه که منظورش چیه؟ یعنی چه کار قراره بکنن؟ تو نگران نشو، که تالا کار کردن هیچ کاری قرار نیست بکنن. ولی اگه بکنن چی میشه دکتر؟ دانش بنیان. اون که بله مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله،
میفهموندن مشنگه نشسته بود لب دریا با یه کاسه ماست قاشق میزد تو ماست و میره تو دریا هم میزد. یکی رد میشد گفت چه کار میکنی؟ گفت دوغ درست میکنم. گفت آخه اینطوری که نمیشه. مشنگه گفت آره نمیشه، ولی اگه بشه یه دریا دوغ میشه ها. بعد اون مشنگ دومیه گفت حالا فرض کن تازه درست بشه، کی میخوره این همه دوغو؟ روشن شد یا بفرستمت کنار دریا دوغ درست کنی برای آقای خودت. دکتر اما جنگ روانی سر برجام که تشدید شده آیه. نه این روانی نیست. ممکنه یه سریاتون نظام روانی کرده باشه، ولی قضیه روشنه. آمریکا که خارج میشه، اروپا هم که بدون آمریکا ادامه نمیده. فکر میکردیم برجام چوب زیر بغله، وقتی خورد تو کلمون فهمیدیم چی بود. داستان قاطق نون و بلای جون. ظریف مشنگ گفت بریم برجام که تحریم و ور دارن، حالا تحریم میشیم که برجام و ور ندارن. حالا این وسط یه نامه داریم از عین مشنگ آقای دکتر. عباس عبدی دوباره نامه نوشته؟ نه از اون مشنگتر. مشنگتر از اون که خیلی سخت گیرت بیاد. فکر کنم یه عباس عراقچی داریم که باش رقابت داره. بله همین مشنگو میگم. نوشته خصوصی بگم این مسدود شدن پولامون تو بانک‌های خارجی همش هم بد نیست. اگه دست خودمون بود خرج میکردیم. اینطوری اقلا میمونه دست خارجی ها، بعدش با برجام آزادش میکنیم آیه دکتر. تو درست میگفتی. این از اون مشنگتره. تق برجام که در اومده، دوم کمتر مونده به ترهیبش. چه دل مشنگی داره که منتظر باقی پولام هست. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که یه روز زنگ زد رادیو گفت یه کیف پیدا کردم 50 میلیون پول توشه. موجی گفت آفرین به شما، میخوان صاحبش رو پیدا بکنی؟ یارو گفت نه، میخوام واسه صاحبش یه آهنگ غمگین پخش کنی. روشن شد یا بدن واسه عباس عراقچی آهنگ غمگین پخش کنن. آیه دکتر شما که همش دارین کوس ناامیدی میزنین تو اول سال جدید. این نظام ما که داره ریل بدبختی قربون برم اول سال جدید بکن، اول برنامه شرط میکنه.